بعضی از بیماری‌های سینه توسط شیر الاغ است، مخصوصا الاغ خوب میشه. حالا رفته خورده، آقایان فتوا دادن این اگر 2 نفر باشن یکدیگر چی میشن؟ برادر یا برادر خواهر. خب نسبت به بچه خود الاغ چی میشن؟ بحث استفتاء کردن دیگه. آقا اینجوری نیست، باید مادرش و مادر بزرگش و نه سوال شده. خب بالاخره نسبت به این بچه الاغ چی میشه؟ خب سوال فقهی شده از که اگر روزی مثلا اون بچه الاغ بزرگ شد اینم برادر شیری اون کرخر بشه میتونه سوار بشه یا نه؟ کشیده بحث مشاجره، آیا بچه الاغ هم برادر شیری میشود یا نه؟ یعنی حق سواری دارند یا نه؟ یا اصلا صدق میکنه که مثلا میشه برادر سوار شد یا نه؟